این چاله‌بینی وسیع جوانان که با فراگیری بیش از 8000 جوان منطقه تشکیل شده بود در باغ فرهنگ و فراغتی شهر برگزار گردید. عکس این مذکور جوانان جانبدار قانون‌های ملی عنوان گرفته از برنامه مکمل سیاسی و فرهنگی عبارت بود. نخست جوانان فعال، ولنتیران و کارمندان بخش جوانان و ورزش شهر ترسونزاده رساله اطلاعاتی را با شرح عمومی قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان به کل اشتراکچیان چاله‌بینی دسترس نمودند. در حقیقت ارزش‌های ملی این مقدس‌ترین وظیفه ما که ما باید ارزش‌های ملی را حفظ نماییم. برای از هر گونه تقلیدهای بیگانه پرستی ارزش‌های ملی خود را امین نگاه داریم. ما باید جوانان جمهوری تاجیکستان ارزش‌های ملی خود را مقدس شماریده در راه ترغیب نمودن آن همیشه کوشش کنیم. ما جوانان پیروان پیشوای ملت باشیم. سپاسگزار از آنم که در شهر ترسونزاده و خود در جمهوری تاجیکستان این گونه چاره‌بینی های و مراسم ها زیاد می شوند و هم این من شکرانه دوران استقلالیت می کنم و همچون جوان دوران استقلال گفتنیم جاویدان باد جوانی و جوانان. ضمن برآمد صحبت‌ها با اشتراکچیان که اکثریت جوانان بودند، پایه‌های مهم قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان و دیگر مسائل‌ها وابسته به ارزش‌های ملی به خصوص انتخاب سر و لباس بررسی گردیدند. ذکر گردید که تنظیم رسم آیین و عنعنه جنبه خیلی مهم ملی دارد و ما وظیفه داریم که این بایگری معنوی قدیمه خلقمان را همچون منبع نادر و گرانبها در تربیت جوانان استفاده بریم. امروزه اشتراک فعال جوانان را در چاره‌بینی تنها یک چیز بهاگذاری کردن ممکن است. واقعا هم جوانان پیروان اصیل پیشوای ملت بوده. تمام اقدام‌های سازنده حکومت جمهوری تاجیکستان دستور سپارش‌های بی‌واسطه محترم پیشوای ملت را سرمشق کار خود در زندگی و در روزگار کرده. آنها می‌توانند که یک دولتی را آباد کرده واقعا هم نسل آینده ساز باشند، زیرا که محض محترم پیشوای ملت آینده یک دولتی بزرگ را با قوه بزرگ و نیروی بزرگ جوانان وابسته دانستند. بخش جوانان و ورزش شهر ترسونزاده نقشه دارد تحت این شعار عکس را در تمام جماعت‌های دهات منطقه‌ها با فراگیری جوانان دهات و برگزاری چاله‌بینی‌های عمومی و فرهنگی و ورزشی دایر نموده در این سمت کارهای فهماندهی را وسعت بخشد.